می‌فرمایید من شروع بکنم. به آمین یا لطیف انا فتحنا لک فتحا مبینا. پدر عزیزم، زمانی که من پا به عرصه وجود نهادم چند سالی از وقوع انقلاب گذشته بود. با وجود این من به انقلابی که به رهبری امام عزیز و به همت شما و تمام ملت عزیز و غیورمون به وقوع پیوست افتخار میکنم. من از جوانان بعد از سالهای حماسه هستم، از جوانان بعد از انقلاب. لذا من تنها زمانی انقلاب رو درک کردم که این نهال پربار در پایداری قرار داشت. بنابراین همیشه برای من این سوال مطرح بود که چرا انقلاب ما به وجود اومد؟ چطور اون همه زن و مرد و پیر و جوان به خیابون‌ها ریختن و به رهبری شما آوردن؟ ازتون خواهش میکنم که آرزوی من رو برآورده کنید و جواب سوال من رو در سخنان دلنشینتون برین. ازتون سپاسگزارم. زنده باشید. آفرین. بسم الله الرحمن الرحیم. این یکی از طبیعی ترین و منطقی ترین سوال هایی است که جوان های امروز می توانند طرح کنند و این دختر عزیزمون سوال رو خیلی خوب طرح کردن و با عبارات شیوا و دلنشینی. انشالله که موفق باشید. منم تا اونجایی که وسعت جلسه اجازه میده پاسخ میدم. انقلاب ما یک حرکت عظیم مردمی بود بر علیه یک حکومتی که تقریبا تمام خصوصیات یک حکومت بد رو داشت. هم فاسد بود، هم وابسته بود، هم تحمیلی و کودتایی بود، هم بیکفایت بود. حالا همین 4 خصوصیت رو من مختصری توضیح بدم. اولا فاسد بود، فساد مالی داشتن، فساد اخلاقی داشتن، فساد اداری داشتن. در فساد مالیشون همین بس که خود شاه و خانواده او در بیشتر معاملات اقتصادی کلان این کشور داخل می شدن. برادران و خواهران او جزو کسانی بودند که بیشترین ثروت‌اندوزی شخصی رو کردن و خود او همینطور. رضاخان در دوران 16 ساله سلطنت خود ثروت کلانی اندوه از زمین‌ها. بد نیست بدونید بعضی از شهرهای این کشور در بست به حساب سند متعلق به رضاخان بود. یک شهر مثل شهر فریمان، شهر فریمان تمام ملک رضاخان بود که اینها رو به ملک خودش در آورده بود. بهترین املاک این کشور و زمین‌های این کشور. او علاقه به این چیزا داشت و به جواهرات. بچه‌هاش خب البته یه قدری مشرب وسیع‌تری داشتن، هر جور ثروتی رو دوست می‌داشتن و جمع می‌کردن. و شما بهترین دلیل هم اینه که وقتی اینا از این کشور رفتن میلیاردها دلار ثروت اینا انباشته در بانک‌های خارجی بود. شاید بدونید ما بعد از انقلاب خواستیم که ثروت شاه رو به ما برگردونن و البته طبیعی بود که جواب ندادن. اون وقت تخمینی که زده میشد از مال مجموعه خانواده 10 میلیارد رفتن در جاهای مختلف دنیا مستقر شدن، همشون جزو ثروتمندا شدن. کلان و این پولها رو با زحمت کشی که به دست نیاورده بودن، کاسبی مشروع که نکرده بودن، اینها پولهایی بود که زراندوزی ها و ثروت اندوزی های غیر مشروع به وجود آورده بود. نظامی که در رأس خودش اینقدر فساد مالی هست، این ببینید چه جور نظامی است و با مردم چه میکنه. از لحاظ اخلاقی فاسد بودند. باندهای تبهکار معاملات قاچاق زیر دست برادران و خواهران این شخص بود.
از لحاظ مسائل اخلاقی و جنسی چیزهایی هست که گفتن و شنیدنش عرق شرم در پیشانی انسان میاره و نوشتن. البته خاطرات این چیزها رو بخشی و گوشه از اونها رو کسان خودش و نزدیکان خودش، دستیاران خودش بعدها نوشتن و منتشر کردن. از لحاظ فساد اداری در مدیریت ها صلاحیت ها رو رعایت نمی کردن، وابستگی های به خودشون و دستورات سرویس های اطلاعاتی و امنیتی بیگانه رو ملاک قرار می دادن و کسانی رو سر کار می آوردن. این ببینید یک حکومتی که در رأس خودش رشوه میگیره، ثروت اندوزی میکنه، معامله قاچاق میکنه، به مردم خیانت میکنه، این رژیم چجور رژیم و چجور حکومتی است؟ این فساد. البته اینها رو اگر بخواد کسی با دلایل شواهدش بگه کتابها خواهد شد. وابسته بودن. وابستگیشون به خاطر این بود که از مردم به کلی بریده بودن، برای حفظ حکومت خودشون رو ناچار میدونستن که متکی بشن به خارجی ها. رضاخان رو انگلیسی ها سر کار آوردن که جزو تواریخ مشخص و مسلم و روشن. محمد رضا رو انگلیسی ها تثبیت کردن. بعد از دوره حکومت دکتر مصدق باز کودتا رو آمریکایی ها به راه انداختن و البته از دست انگلیسی ها رو بودند و اونها خودشون تسلط پیدا کردن و اینها در اغلب امور این کشور وابسته بودند. مستشاران آمریکایی، ده ها هزار آمریکایی در مهمترین مراکز نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی، سیاسی این کشور شغل‌های حساس داشتند و درآمدهای گزاف داشتند و کارها رو اونها در حقیقت انجام میدادند و خط میدادند.